سلام و درود فراوان خدمت دوستان عزیز. برم بهتون آموزش بدم این داستان شبیه ساز اندروید رو برای اتوماتیک کردن جمع کردن سکه های ربات های مثل تپ سواب یا یس کوین یا امثال هم و چیزهای مشابهی که میتونید اتوماسیون بکنید روی سیستم عامل اندروید، حالا الان یا آینده شاید به دردتون بخوره. برای استفاده ما نیاز داریم به شبیه ساز اندروید بلو استکس 5 بلو استکس 5 که خیلی راحت میتونید داخل گوگل سرچ بکنید و از اولین وبسایت صاف 98 آخرین نسخه شبیه ساز رو دانلود بکنید، یا اینکه نسخه نصب آنلاینش رو دانلود بکنید که خودش آخرین نسخه نرم افزار رو دانلود و نصب میکنه به طور کامل و بعد از نصب بلو استکس و دانلود کردن و نصب کردنش دو تا آیکون روی دسکتاپ شما ایجاد میشه، یکیش بلو استکس مولتی اینستنس منیجر و یه دونه خود بلو استکس. ما توی مولتی اینستنس اگر درست گفته باشم بذار بخونم، نمیدونم کلمه‌شو، اینستنس احتمالا میتونیم از امولاتورمون کپی بگیریم، کلون کنیم یا چندین امولاتورهای مختلف حتی با اندرویدهای مختلف داشته باشیم. همونجوری که میبینید این اندروید نوگات هستش، این یکم اندروید 11 هستش، این فکر کنم اندروید ورژن 7 بود. اگر که سیستم عاملتون ضعیفه و قدیمی تر هست، شما میتونید اینتنس اندروید پایینتر 64 رو نصب کنید. اگر که بروزتر میتونید اندروید 11 رو نصب کنید که برای تلگرام و جمع کردن سکه همون اندروید ارزم به حضور شما 7 هم جواب میده. موقعی که شما بلو استکس رو نصب میکنید یکی از این اندرویدها همزمان باهاش نصب میشه و بقیه‌شون رو باید دانلود بکنید اگر بخواید اجرا بکنید. به هر حال ما با یکیش کار داریم فعلا. من همین اینتنس اندروید 11 رو باز میکنم. بعد از اینکه اینتنس رو باز کردید اینجا یه دونه تنظیمات داره که میتونید تنظیمات رو باز بکنید که مشخص میکنید این امولاتوری که دارید لانچ میکنید چقدر از سی پی یو و حافظه سیستم شما مصرف بکنه تا بتونه برای مثال برای گیمینگ، مثلا بازی اندرویدی میخواید روی سیستمتون اجرا بکنید، تجربه بهتری بهتون بده. ولی خب ما اینجا لازم داریم که حداقل استفاده رو از سیستممون بکنه که بتونیم 1 2 3 هرچی سیستم قوی تر و رم بیشتری داشته باشه بتونیم حتی تا 10 تا و 15 تا سیستم عامل اندروید جداگانه روی یک کامپیوتر داشته باشیم. پس من این سی پی یو رو فعلا روی یک هسته میذارم و رمش رو هم روی بیسیک 1 میذارم، اف اس هم میذارم رو همون سی بمونه. 20 15 هم باشه کافیه، ولی ما سی میزنیم، سیو میکنیم و اینو لانچ میکنیم، میذاریم که سیستم عامل اندروید اون باز بشه. البته اگر دقت بکنید اینجا مثل یه تبلت داره سیستم عامل اندروید رو باز میکنه و ما نیازی نداریم که این حالت تبلت باشه، چون حالا میخوایم بچینیمش توی مانیتورمون یه مقداری اذیت میکنه. توش کال آف دیوتی هم بوده. میایم دوباره قسمت ستینگ رو باز میکنیم، میایم قسمت دیسپلی، اینجا این حالت لندسکیپش رو میذاریم روی پورتریت و یه رزولوشن خیلی پایینی هم بهش اختصاص میدیم. سیو میکنیم و ریستارت میکنیم. این یه بار بسته میشه و مجددا در ابعاد یک تلفن همراه بلو استکس ما باز میشه و صبر میکنیم تا لود کنه. بعد از اینکه اندروید شما انجام شد، لانچ شد، میایید توی مرورگر اون اندروید. ما نیاز داریم که یه دونه ویتوری به این سیستم عامل بدیم. میتونید ویتوری رو جداگانه از توی اینترنت، یعنی مرورگر خود گوشی سیستمتون دانلود بکنید که برای دانلود کردن ویتوری بدون فیلتر شکن هم میتونید ویتوری رو کافیه که سرچ بکنید و تهش یه دونه گیت هاب داخل گوگل بنویسید. توی نتایج جستجو تو داست رو میتونید باز بکنید که کلاینت اندروید نوشته شده. اینجا میتونید ریلیز رو باز بکنید و از این قسمت ویتوری اندروید رو دانلود بکنید. حالا اینکه دانلود بشه 1 دقیقه زمان میبره، من 1 دقیقه یه پاوس میزنم. خب اپلیکیشن هم دانلود شد. حالا این اپلیکیشنی که اینجا من دانلود کردم رو میتونم با قابلیت درگ، یعنی اینجوری گرفتن و کشیدن، اینجوری بگیرم بندازمش توی امولاتور و
خیلی خوب. بعد از دانلود کردن ویتوری به صورت مستقیم، اگر که این فایل ویتوری رو اینجوری بگیرید بکشید بندازید اینجا، ویتوری تو این اینتنس نصب میشه کاملا. اینجوری بکشید فایل اندروید رو بندازید اینجا، نصب میشه و میتونید بازش کنید. حالا کافیه که یه فایل لینک ویتوری رو اینجوری کپی کنید و توی اینجا پیست بکنید، قشنگ مثل موبایل. حالا این لینک رو میتونید از روی تلفن همراهتون روی سیستم کامپیوترتون ایمیل کنید اگر تلگرامتون وصل نیست. میاد اینجا و میبینید که پینگ میده و وصل. کار دومی که باید بکنید اینه که تلگرام رو نصب بکنید. حالا نصب تلگرام میتونید از اینجا توی پلی استورش تلگرام رو نصب کنید. میتونید فایل تلگرام رو از سایت تلگرام بیاد اینجا قسمت تلگرام فور اندروید، داخل همین اپلیکیشن دانلود کنید و داخل همین نرم افزار دانلود کنید، اپلیکیشنش رو نصب کنید. بعد از نصب کردن کافیه که اکانت تلگرامتون رو لاگین کنید. حالا اگر که شماره مجازی گرفتید مثل من یا اکانت اصلیتونه یا هرچی هست، لاگین کنید و بیاید توی اون رباتی که قراره توش سکه جمع کنید، حالا تپ سوپ یا ارزم به حضور شما یس کوین یا هر چی که هست، میتونید اینجا ربات رو حالا استارت کنید. بعد از استارت کردن ربات همونجوری که میبینید ربات باز میشه. من میتونم شروع کنم به جمع کردن. حالا برای اتوماسیون کردن من چیکار کردم؟ من به جای اینکه بیام یه دونه ربات مستقیم بذارم این همینجوری یه جا ثابت کلیک بکنه و شاید این سکه به من تشخیص بده همچین چیزی رو، اومدم این زمان بندی پر شدن تانک رو انجام دادم. مثلا من الان 500 تا لیمیت دارم، هر ثانیه یه دونه داره بهم میده. نیا کن ثانیه یکی داره میده چون اکانتم تازه است. اگر که این بوستار رو شما بزنید بیشتر میشه، حتی تا ثانیه‌ای 5 تا سکه هم بهتون میده دیگه. اینو حساب کنید. برای حسابش هم من اومدم ماشین حساب باز کردم، گفتم که تانکم 500 تا جا داره، هر ثانیه یه دونه داره به من میده، پس 500 تقسیم بر 60 که میشه هر ثانیه برابر با 8 دقیقه. چیکار میکنم؟ میام این منوی بغل این بلو استکس رو باز میکنم، میام قسمت اوپن ماکرو منیجر، اینه اوپن ماکرو منیجر رو باز میکنم، یه همچین چیزی میاد. حالا میتونم توی این اوپن ماکرو منیجر هر عملیاتی رو که انجام میدم ضبط بکنم و دوباره مجدد اون رو پخش کنم. ریکورد نیو ماکرو رو که بزنی شما میتونی شروع کنی به سکه جمع کردن به صورت دستی. انقدر میزنی که این تانک تا آخر خالی بشه، به صورت کاملا هم راندوم میزنی. بعد که تانکت خالی شد اینجا استاپ میزنی، این اینجا ذخیره میشه به اسم ماکرو. حالا عددش که اصلا دو تا از قبل ذخیره کردم، ذخیره میشه. حالا اگر من اینو پلی بکنم این دقیقاً اونجایی که من کلیک کردم و کلیک میکنه. حتی اگر من اینو بزنم زیر و مجدد باز کنم میبینید که داره همین کار رو ادامه میده. خب حالا استاپ میکنم. کاری که الان لازمه بکنیم چیه؟ اینه که مقداری که این تانکمون پر میشه رو محاسبه بکنیم و اینکه بگیم این کار رو تا ابد اینو تکرار کن. تنظیماتو میزنم، یه سری منو باز میشه، میگه مقدار ریپیت یا تکرار چطوری باشه، یه بار تکرار بشه، دو بار تکرار بشه، سه بار تکرار بشه. ما میخوایم تا همیشه تکرار شه. میگه اینورتال چقدر بشه، بین هر باری که این سکه جمع میکنه چقدر زمان باشه، که ما زمان رو با ماشین حساب طبق این چیزی که اینجا پر میشه حساب بکنیم میشه 8 دقیقه. میگیم هر 8 دقیقه برای ما سکه جمع کن. بعد میگه سرعت جمع کردن چقدر باشه، ما میتونیم اینو بوست کنیم تا 5 برابر، میگیم همون 1 برابر خوبه. ذخیره پلی، این شروع میکنه برای ما اینو خالی کردن دیگه. کاملا اتوماتیک میشه. هر موقع که سکت به جایی رسید که میتونی از بوست استفاده کنی بزن، اگرم که میتونی این تسکا رو انجام بده تا بتونی سرعت بیشتری پر بکنی. حالا توی ربات تپ سوپ ما یه دونه بوست تپینگ گرو داریم که اگر این تپینگ گرو من اگه اینو الان زیادش بکنم لولش رو ببرم بالا، الان با هر بار 5 تا میده. تپینگ گرو رو اگر بزنی روزی 3 تا بهت میده. میتونی اینو یه دونه ریکورد بزنی وسط کار، مثلا ریکورد بیار، ریکورد، من یه چند تا وسط میزنم بعد استوپش میکنم. این میشه 4. میام توی تنظیمات اینو میذارم روی 20 ثانیه، اینم میذارم روی 4 برابر 25 ثانیه، 25 ثانیهش میکنم سیف. حالا اگه بیام رو بوست تپ گروه اینو بزنم فری میشه، بعد اینو پلی بکنم این سری واسه من 25 تا جمع میکنه. حواسم نبود تیک اینورتورشو نزدم. اینم بزنید واسه من جمع میکنه.
به همین راحتی. چرا الان داره یه بار تکرار میشه نمیدونم، ولی خب آهان ایرادش این بود که من 25 ثانیه هر که گذاشتم کلیکایی که خودم کرده بودم خیلی کم بود. پس این همون صفر بذاریم. برای مثال یه بار دیگه اینو بزنم، اینو پلی کنم، این برای من همینجوری شروع میکنه به سکه جمع کردن. روزی 3 تا از اینا هم بهتون میده. اگه آپگرید بکنید تا 60 میشه، تا فکر کنم 60 70 میشه. به همین راحتی 10,000 تا جمع شد. حالا فکر کن لولت بره بالاتر، اینا رو هم همه رو پر کنی، اینم اتوماسیون کنی بذاری شب تا صبح جمع کنه برات. تانک هم خالی کرد، استاپ دیگه نذارید اینجوری بزنه چون خیلی شبیه ربات میشه، احتمال رکانتتون رو ببنده. برگردین و استاپ کنید، همون ماکرو اتوماتیک قبلی که ساختید و بزنید تا شروع بکنه به سکه جمع کردن. این زمان بندیشون رو دیگه خودتون انجام بدید. حالا برای اینکه این کار بکنه اینو میذارید کنار. اگه بخواید یه خط دیگه باز کنید کافیه مولتی اینتنس رو بیارید، اینتنس جدید رو فرش بزنید، اندروید جدید رو بزنید، تنظیماتش رو انجام بدید، سی پی یوش رو کمترین مقدار، رمش رو کمترین مقدار، رزولوشن کمترین، پورتریت اینجا رو همین بمونه، لو مموری باشه، یه دونه بزنید، یکی دیگه براتون بسازه، تمام این کارا رو تکرار کنید. همین.